طبق گزارش‌های پزشکی، یکی از موفق‌ترین شیوه‌های درمان یوگا درمانیه. یوگا هماهنگی و هارمونی لازم رو بین سیستم اعصاب و غدد داخلی ایجاد میکنه و این هماهنگی به طور مستقیم روی عملکرد سیستم‌های داخلی و اندام تأثیر میذاره. امروزه برای درمان قطعی بعضی بیماری‌ها مثل آسم، دیابت، فشار خون، آرتریت، بیماری‌های گوارشی و بعضی از بیماری‌های روانی تنی که طب مدرن از درمان اونها عاجزه، از روش‌ها و تمرین‌های اختصاصی یوگا استفاده میشه. در دنیای پرتنش امروزی برای اکثر مردم یوگا ساده ترین روش برای دستیابی به تندرستی و شادابیه. انجام آساناها خستگی‌های ناشی از فعالیت‌های شغلی مثل نشستن پشت میز و کارهای اداری رو کاهش میده. همچنین سندروم‌های حاصل از مشاغل مختلف رو میتونه درمان کنه. در عصر تکنولوژی تمرین‌های یوگا میتونه در بالا بردن توانایی‌های فردی و افزایش بازدهی کاری مؤثر باشه. یوگا وسیله‌ای برای کاهش و رفع اضطراب‌ها و بیقراری‌های اجتماعیه.